د 128مین سالوگرا روزنامه‌گری کردی ده یکیتیا راگهاندن آزاد لروج آوای کردستان خلاط سالانه یا روزنامه‌گری بلاف کرد. ده مراسم ده پیامنیر روداوی لواشنطن بر پرس اوفیس روداوی لواشنطن دیار کرده جبر خبات و کاری وی پیشهی هجا لقامش لوهات خلاط کرن و خلق بنيرن لسر ديار كردة تشتريش. Syria needs to wake up. This president we have is not fooling around. But as you've characterized it right now, it's a tragedy. I mean, Syria remains a unsettled country. How do you see the minority rights in Syria? Well, I'm told it's very scary, but I don't have an official brief. There, we want to see a Syria that presents an opportunity. My reaction is that all of the individuals in Syria, the minority groups, the Kurds, they all should be part of one. The minority rights. Oh, that Jews. Absolutely, yeah. No, they have to be included in that conversation if there is going to be a peaceful and united Syria. The Kurds have had difficulty not only there in Syria but also in Iraq. The people there ultimately will be their decision. They either want to join together and self-determine and. دونالد ترامپ سروکی امریکا دما بتریا خو لسر نیشان دکه او یکی ناکد دو و پرسا چار نویسا کردان لروز آوای کردستانی جیدکه پیامنیری روداوه لواشنطن کنه اندام کنگرسو نجی سیناتور کشتو پرسین چار نویسا جوان نکر د 128مین روزا روزنامه‌گری کردی دجی یکیتیا راگهاندنا آزاد سپاسنامه یکی پیشکشی دیار دکه. گلک پرسن وینای سرکه جی هون جوان بر پرسن و سیناتورین امریکی دکر. اف 13مین ساله کو اف خلات لروج آوای کردستانی تی بلاف کرنو سالی 5 کس خلاتی ورد گرنو سپاسنامه پیشکشی گلک ساندبه کو که داوان دواری روزنامه‌گری ده هیا. لسر سه آستان تداین سر آستا جهانی و سر آستا کردستانی یک خلاط و سر آستا محلی یانجی روجاوا کردستانی سه خلاط داین لجاده یا روجاوای کردستانی جی دبه بحثا دیار کدک پر پیروز کر هجای خلاط ببیرو خلاط جحم کردا دیار کارکی گلکی بالکش کر جبوی روجاوای کردستانی جی و جبو باشور کردستانی جی بری مهکه سالوگرا روزا روزنامه‌گری کردی لروز آوای کردستانی هجمارک جی روزنامه‌وانان کوم دبن کمیته کی آوادکن ناوی چند روزنامه‌وانان پیشن یار دکنو دخن دنگدانی ده جبوکو وکو روزنامه‌وانی سالی به دست نشان کرن ایسال پیامنیر تورا مدیای روداوی امریکا دیار کردا یک جوان کسان دبه ویویان فتاح روداو قامشلو